با درود به همه دوستان عزیز و همراهان بیمبو. چند برنامه میخوام راجع به اپلیکیشن بیمبو و اینکه چطور کانال یوتیوب شما میتونه از طریق این اپلیکیشن به مونتایز شدن و یا درآمدزایی برسه یه توضیحاتی بدم، چون برای خیلی از دوستان سوال هستش که چطور شما میتونید با این اپلیکیشن بیمبو کانال یوتیوب ما رو مونتایز کنین. خیلی‌ها فکر میکنن مثل خیلی از سایت‌های تبلیغاتی دیگه ربات هست، ولی توی این ویدیو براتون توضیح میدم که به چه صورت کار میکنه اپلیکیشن بیمبو که کانال شما مونتایز بشه. اول از همه بگم اپلیکیشن بیمبو برای اون دوستانی که نمیدونن چی هست و به چه صورت کار میکنه، در واقع کارکردش، عملکردش به چه صورته. شما فرض کنید یه اپلیکیشن، یک پلتفرمی دارین که حداقل 150,000 تا کاربر واقعی اومدن توی این اپلیکیشن ثبت نام کردن، حساب کاربری باز کردن. یکی از اجبارهایی که این کاربران دارن برای باز کردن حساب داشتن جیمیل و اکانت یوتیوب اکتیو و فعال هست. من نوعی به عنوان کاربری که میام توی اپلیکیشن بیمبو ثبت نام میکنم، زمانی که میخوام احراز هویت کنم باید جیمیلمو بذارم، باید داخل یوتیوب ساین این کنم و اکتیو باشم. حالا چرا؟ از اون طرف دوستانی که مثل من کانال یوتیوب دارن میان لینک ویدیوهاشونو میدن به ما داخل این اپلیکیشن مثل یه تبلیغ، مثل یه آگهی قرار میدیم لینک شما رو. دوستان و کاربرانی که اومدن و به عنوان کاربر واقعی و حقیقی که یوتیوب اینا رو الان به عنوان کاربر فعال میشناسه، چون آردی هم جیمیلشو داره هم یوتیوبشو داره، میاد روی لینک ویدیوهای شما از طریق اپلیکیشن ما کلیک میکنه. اپلیکیشن ما این وسط بیمبو داره فعالیت این کاربرا رو رصد میکنه و برای اونا فعالیت تعریف کرده. مثلا لینک این ویدیو رو به کاربر میگه شما باید حداقل 1 دقیقه نگاه کنید، این ویدیو رو حداقل باید 20 دقیقه نگاه کنید و در پایان این 20 دقیقه بهش اتمام کار میده و اون مبلغی که برای اون ویدیو تعریف کرده به حساب یا به کیف پولش واریز میکنه. به همین سادگی. برای قسمتی که فعالیت‌های کاربران ها تعریف‌های متفاوتی انجام میدیم روی ویدیوها. یه ویدیو فقط باید واچ تایم بخوره، بعد نگاه کنن. یه ویدیو رو باید برن لایک کنن، برای یه ویدیو بعد کامنت بذارن، یا نه برای یه پیج یا یه کانال یوتیوب بعد برن سابسکرایب کنن. هر کدوم از اینا قیمت‌های مختلف داره که همه این کاربرای فعال توی فضای بیمبو این کارا رو انجام میدن و این پولا رو تو کیف پولشون جمع میکنن. حالا شما تصور کنید به عنوان یه کسی که کانال یوتیوب داره 10 تا از ویدیوهاتون، 5 تا از ویدیوهاتون رو به ما بدین و ما داخل این اپلیکیشن بیمبو بزنیم 150,000 تا کاربر همزمان برای اینکه پول در بیارم ویدیو شما رو داره میبینه، داره لایک میکنه، داره کامنت میذاره یا تو کانال شما سابسکرایب میکنه. این یعنی توی بازه زمانی خیلی کم با کاربرای حقیقی که تحت الگوریتم و استاندارد یوتیوب دارن کار میکنن ویدیو شما رو دارن میبینن و کانال شما به همین سادگی خیلی سریع به درآمدزایی و مونتایز شدن میرسه. پس با این توضیحاتی که من دادم متوجه شدین که تمام این عملکردها، فعالیت‌های کاربران ما که همه حقیقی هستن از طرف یوتیوب هم به عنوان کاربرای حقیقی شناخته شدن. IP ها همه مشخصه. هر کسی از طریق حالا دستگاهی که داره، موبایل هست، آیپدش هست، به عنوان یه IP شناخته شده و یه کاربر فعال تو یوتیوب داره فعالیت میکنه و یه ترافیک در واقع خوبی به خود یوتیوب میده. پس یوتیوب به عنوان ربات اینا رو اصلا نمیشناسه. همه چی در این فضای بیمبو به عنوان یه فضای واقعی، یه بستر واقعی توضیح داده شده و از اینجا هستش که شما تحت الگوریتم یوتیوب حتی میتونه پیجتون ساجست بشه، چون ترافیک پیجتون داره میره بالا، لایک میشین، کامنت براتون گذاشته میشه، سابسکرایب واقعی داریم و از اینجا خود یوتیوب میبینه این کانال داره کار میکنه، پس میاد پیج شما رو حتی ساجست میکنه برای دیده شدن بیشتر. و اینکه این کار و این نتیجه کاملا امتحان شده هست، یعنی ضمانت داره. خود من شخصی هستم که 3 تا از کانالام در ظرف 1 ماه گذشته تا به الان که دارم با شما صحبت میکنم مونتایز شده. حدوداً 10 تا کانال رو ما تونستیم که این 1 ماه 2 ماه گذشته به مونتایزی و درآمدزایی در یوتیوب برسونیم و با این چیزی که برای شما توضیح دادم مطمئنم که الان متوجه شدین روند یا مکانیزم کاری اپلیکیشن بیمبو به چه صورت هست و یادتون نره بیشتر این هزینه‌ای که شما پرداخت می‌کنید برای مونتایز شدن کانال یوتیوب شما به دوستان و کاربران عزیزی تعلق میگیره که نشستن و ویدیوهای شما رو می‌بینن و این اینتراکشن‌ها رو برای کانالتون می‌فرستن.
هستم.